همین مقبره میر سید علی حمدانی کیلوکاری کرده کشیده بولش کیلوکاری کرده کشیده این اسلام حرمت احترام اصلا به این تعلق ندارن میگن خیلی چیزی یادگاریه در اینجا مونده خاک خاک قوزه خاک ما خدای مهربان بابای ما را خلق کرد مرده شدن بعد مرده شدن زنده شدن اگر ایمان نداشته باشی باوری نداشته باشی تماما میتابه عالم نیست ما رو با کسی گردی غبار بزرگوارا در رفته صبح گرداشون در تو میخرن این شبه الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران قلبم زنده و سربلند باشین حاضر من در کلوب شهر در یک جای کلوب شهر را اصلا تصور کردن نمی شود به حضرت امیر جان یعنی که میر سید علی حمدانی خب ما دوره پیش دوره که یوش بودیم و کم از داشتیم و حرکت میکردیم بار میبردیم نزدیکی همی کلوب قطی حتما آمده یا که عزیز رفتن زیارت میکردیم یا اوس آمدن زیارت میکردیم خیلی سال شد من آمدگی نیستم حضرت امیر جان زیارت آمدگی نیستم برای همی حاضر آمدیم من اینجا در متولی قطی یعنی صحبت کردیم و دعا کرد مثال فاتحه خوندیم در بالای این خب ما اجازت پرسیدیم گفتن خیلی بدرویم بینیم خیلی نواری مثال تربیوی و نواری فرهنگی باشه مثال اجازت میتیم به شما بدرویم در بالای پیشرفت و ترقیات و در بالای بزرگوارا حاضر ما داخلی مثال اما قبر منزلگاهی میر سید علی حمدانی میدرویم یک تماشا میکنیم با یک دعا فاتحه میکنیم خب من اینجا میدرویم بریم بسم الله الرحمن الرحیم ما داخل میشیم خب السلام علیکم یا اهل قبور خب حکمتی میر سید علی حمدانی من اینجا تمامی همون کتابهاش درباره مقبره گپ زدگیم و کتابهاش سخنها درباره میر سید علی حمدانی خب من اینجا کردگی مقبره میر سید علی حمدانی مقبره میر سید علی حمدانی در مرکز شهر کلوب جایگیر است این بنای اصلی میانگی شهر باستانی کلوب را شهرتمند گردانده امروز آن به زیارتگاه خاص و عام تبدیل یافته است یک چیز به شما میفهمونم که همین مقبره میر سید علی حمدانی کیلوکاری کرده کشیده بولش کیلوکاری کرده کشیده خب در اینجا من اینجا با دستور هدایت های پیشوای ملت و احیای فرهنگ ملی با سفارش جناب عالی همین ارنب‌سازی کرده شده و گنبدش کیلوکاری شده بسم الله الرحمن الرحیم با من اینجا میبریم میر سید علی حمدانی خب سال 1314 1386 من این مقبره جدا ما البته وای کردیم دعا کردیم جدا خب من اونجا با وایوش هستم خیش و اقربا اولادوی سال حضرت اینجا سال خوبان خب من اینجا هستم همین عموما اولادی شام از رو اولادی همین حضرت همینجا خوب شده خب سید علی حمدانی که مردم توجیک مردم مسلمان که ما نسبت به مزارها نسبت به قدمجوها نسبت به جاهای تاریخی حرمت احترام خاص داریم سر همه وقت آمده دعا و درود میکنیم خب البته درباره این میر سید علی حمدانی سخنها بسیار هستند این یعنی که یک فخر اسلام است فخر ما مردم مسلمان است ما باز هم تکرار میشه که بسیار حرمت احترام داریم که آمده در اینجا مثال زیارت میکنیم البته
خب در اینجا فهمیش ما همین که ما فقط طلب از الله پاک کنیم. البته زیارتگاه را ما زیارت میکنیم و الله پاک تکیه میکنیم و خب از الله پاک طلب میکنیم. خدای مهربان دایم همین ترقیات تاجیکستان و پیشرفت تاجیکستان عیدم زیاده و زیاده در کنه که نسبت من همین چونین مثال مزارها، چونین آدمها، چونین مثال هم خیلی علمای این اسلام حرمت احترام کلان دارن. خود با ما رفته پایان ده با تماشا میکنیم، با یکم نوار میکنیم. خب نهایت مقبره یک ریشتوی پخته خاص برای همین مقبره ها، برای مزارها ای ساختگی هست. خب نهایت او دوره که پیش می اومده اینجا یک کمک جای بوده، مقبره چاک بود. خود نهایت خوب کردگی هست. تمامی من گلگشت ها و بسیار من اینجا ده گیرده شده به نهایت خوب، به نهایت نسبت این مقبره ها و نسبت مزار ها که گذشتگان ما هم یک حرمت احترامی خاص داره مردم سربلند تاجیک. و بعد اینجا ده یک سنگ هست که توجه همه را به همین سنگ جلب میکنه. اینجا سنگ خود ما اینجا برادر پرسیدیم این سنگ اصلا به این تعلق ندارن، میگن خیلی چیزی یادگاریه در اینجا موندگی نه و همین تگی همین میگن یک گور قبری هست که خاطر هوای همینجا گذاشتگی هم. تا البته ما این عالمی برزخ، این عالمی دیگه عالمی که از اونجا در قرآن عظیم شهر بسیار عظیم شان بسیار گفتگی هم که بعد که ما از این دنیا می رویم بعد در اون دنیا کارباری ما سر می شود، در اون دنیا کارباری ما سر می شود. خیلی برادر البته من چی گفتنی هستم حاضر همجا یک نواری که اینجا کم ما گپ زنم. خب من همین خاک ما همین خاک پیدا شدیم. الله پاک از همین خاکی میگن بویگین میگن به یک روایتی. الله پاک ما رو از این خاک خلق کرد. میدونه چی خلق کرد و ما باز به همین خاک میرویم. ما به همین خاک میرویم. فهمیدین؟ باز ما به همین خاک میرویم. نمیشه شما ما را تماشا دارین، کمادمی که تماشا داره ما شما را بیا همینجا در مکان فکت حجت رقم دلیل بگم که همین خاک، همین قوزه خاک ما خدای مهربان بابای ما را خلق کرد و از نطفه پلید غلیظ ما و شما پیدا شدیم و ما 60 70 سال 100 سال قشلاق ما ده هیچ که 100 سال عمر دیگه نیست، 93 سال عمر دیگه با میریم به همین خاک مبادل میشیم. پس چی در کار؟ کینه و کدورت. برای همین برادرها هیچگاه فراموش نکنین. امروز میسارم ما حاضر در روی زمین گشته هستیم، فردا ممکن لحظه ممکن امید نیست نفس برآمد او یا نفس ما تمام شده باشه دیگه نفس نمیدروید. فهمیدین؟ برای همین چی گفتنی هستم؟ یک کم تر حرمت احترام خطا بدار با حرمت احترام دیگران را بدار. بخشش که موضوع وای کردم کمتر یعنی بیرون برآمدم نه که هیچ وقت فراموش نکن، هیچ وقت فراموش نکن ای خاک شدیم به خاک میریم، از خاک زنده میشیم، از خاک زنده میشیم، پرسیده میشیم، همه کردار ما جواب میتیم، سخنمون دا جواب میگیم، گپای قبیح دا جواب میگیم، گپای خوب دا جواب میگیم. فراموش نکنیم. برای همین برادرها فراموش نکنیم که با پرسیده میشیم، هممون با کردارهامون زنده میشه. کسی که اگر مرده شدن بعد مرده شدن زنده شدن اگر ایمان نداشته باشی، باوری نداشته باشی، تماما میتابکن. ما
میمیریم خاک میشیم حضرت اسرافیل سور را میدم هممون برهنه زنده میشیم پرسیده میشیم حساب و جواب میتیم برای همین خود همین شخصا شخصیت میر سید علی حمدانی چی گفته همین شعر ما از روی همین وای میگیرم از روی همین پولی توجیکی که مثال در اینجا وای خیلی رسمش هسته رسمش هم که کشیدگی البته اون صورت گرفتگی نیستن ما همین سخنی میر سید علی حمدانی با شما میگم که چی گفته این بزرگوار هر کی ما رو یاد کرد ازید مرو رو یار بود هر کی ما رو خار کرد از عمر برخوردار بود هر کی اندر راه ما خار فکند از دشمنی هر گلی که از باغ وصلش بشکفت بخار بود در دو عالم نیست ما رو با کسی گردی غبار هر کی ما رو رنجه دارد راحتش بسیار باد اینا برادرها شعر خواندم دیدی روح ما بالیده شد برای که سخنی نگو سخنی نگفتن این خودشم یک عبادت است دل آزاری نکنه اوری برای دل آزاری بگم میزنم برای همین ما همه وقت در حق بزرگا در حق گذشتگان دعا و درود میکنیم خب خدا نگهبانتون باشد خب برادرها بود این یکی سفری مثال با خانه رفیقا با خانه دوستا با کلوب شهر بود که امروز نصیب باشه با طرف دوشنبه ما رهسپار میشیم برادرها این جاهای بزرگوارا را همه وقت زیر توجه گرفتن در کار همه وقت زیارت کردن در کار و یک چی گفتنی هستیم که هیچ وقت ما فراموش نکنیم یک خیلی بزرگوارا در رفته صبح گرداشون در تو میخورن این شبه غیر شبه مکتلو غیر خانه خدا در هیچ جا اجازه داده نمیشه که گردی یگان مقبره گردی یگان بزرگوار تو خوردن برای همین بسیار دامبول ها رو هم گم میزنه ما همچه احترام اومده زیارت میکنیم همچه احترام دعا و درود میکنیم با فقط طلب از الله پاک میکنیم زنده و سربلند باشیم